ساقه سیر و مواردی که میتونین از اون در انواع غذاها استفاده کنین. معمولاً اواخر بهار در ایران سیر تازه میاد. میتونین سیر تازه رو تهیه کنین و از ساقه سبز اون هم استفاده ببرین. از هر ساقه سیر چند لایه‌اش رو بر میدارم. اونا رو به تکه‌های کوچیک تقسیم میکنم. لایه‌های زرد و خشک ساقه سیر رو قبلا از روشون برداشتم. حالا از هر ساقه حدود 1 الی 2 لایه بر میدارم تا به قسمت تازه تر اون برسم. بعد از اینکه تمام ساقه های سیر رو تمیز کردم، اونها رو کامل میشورم و بعد خشک میکنم و بعد تو سایز و اندازه هایی که بخوام اونها رو خوردشون میکنم. اینها رو من از وسط نصف میکنم به همین شکلی که میبینین و بعد خوردشون میکنم. خرد کردن اونها هم بسته به نظر و سلیقه خودتون، میتونین ریز باشه یا اینکه درشت و بسته به اینکه تو چه نوع غذایی میخواین از اون استفاده کنین. از این ساقه های خرد شده سیر میتونین در انواع و اقسام املت ها و کوکوها و کباب ها استفاده کنین. بسیار خوش عطر و خوش طعمشون میکنه. مورد دیگه ای که من استفاده میکنم برای سیر پلو هستش. فقط از قسمت ساقه سیر خورد میکنم و سیر پلو درست میکنم، حالا یا با گوشت یا با مرغ یا بدون اینها، و بسیار خوشمزه و خوش عطر و طعم میشه. از ساقه سیر میتونین برای مواد داخلی مرغ شکمپر یا ماهی شکمپر هم استفاده کنین که به خوش عطر و طعمی و مزه اونها کمک میکنه. حتی میتونین به جای خود سیر برای سیر داغ از این ساقه های سیر استفاده کنین، فقط با این تفاوت که یه مقداری باید بیشتر بریزین تا عطر و طعم بیشتری داشته باشه. میتونین ساقه سیر رو با خردکن هم خرد کنین تو هر سایز و اندازه‌ای که نظر خودتون هست. خب بعد از اینکه تمام سیرها رو یا با کارد آشپزخونه یا با خردکن خوردشون کردین، میتونین اونها رو توی پاکت فریزر بنا به اینکه چه مقدار میخواین استفاده کنین بسته های کوچک و بزرگ درست کنین و بعد اونها رو توی ظرف فریزر بذارین که دردار باشه تا مدت نگهداری اون بالاتر بره. این سیرها رو میتونین تا مدت 1 سال تو فریزر نگهداری کنین. دوست عزیز، اگر شما هم مورد استفاده دیگه ای از سیر دارین، لطفاً در قسمت کامنت ها بنویسین تا من و دیگر دوستان بتونیم از اون استفاده کنیم. خدا نگهدارتون.